مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با کلسنیکوف. جواب عینی به مکتوب کلسنیکوف. سال 1940. مکتوب عینی به کلسنیکوف. شفاء الحیات، طبیعیات و منطق. ابو علی سینا تألیف کتاب شفا را در همدان سر کرد. قسم الحیات و طبیعیاتش را در حالتی که در خانه ابو علی بن عطار نام کسی پنهانی زندگانی میکرد تمام نمود و قسم منطقش را سر کرد و در همدان در وقتی که در زندان محبس بود این قسم را، قسم منطقی کتاب شفا را تمام کرد. روایت از شاگرد ابو علی سینا ابو عبید فصیح. با عبدالسلام دهاتی، 7 ماه 6 سال 40 سمرقند. رفیق دهاتی، بعد از رفتن شما شماره 3 ایون تاجیکستان سرخ را خواندم. در صحیفه 4 آن اخبارات مدیر شعبه شرقی کتابخانه مرکزی رفیق کلسنیکوف هست. در آنجا در آن اخبارات درباره مجمع الفرسی سروری نام لغت گپ زده می شود و گفته شده است که در آن لغت 100 بیت از رودکی به طرز مثال آورده شده است. شما یک بار همان لغت را از نظر گذرانید. اگر شعرهای از رودکی در آنجا آورده شده غیر از چیزهای باشند که ما فایده برده ایم غنداشته گیرید و در مجموعه استاد رودکی درارید. اگر در معنی یگان شعر یا لغت دشواری کشید به واسطه خط از من میپرسید. در وقت رفتن شما من فراموش کردم به شما تعیین کنم که از مخبر پراودا ویلمیڅکی خبر گرفته تقدیر ترجمه حال مرا فهمید. اگر وقت شود همین خط را کنید. اگر او نباشد از استالین آباد تمام رفته باشد فهمید که کی رفته است، چون که از تاریخ رفتن او من میفهمم که متریال را گرفته رفته است یا نه. در هر حال کوشش کنید که نسخه دستخط من به من رسد تا که برای به شکل کتاب آورده مکمل کردن آن وی اساس شود. به همه سلام رسیده باد. به سلام رفیقانه عینی. علاوه در همان اخبارات از 2 اثر موسیقی نیز معلومات هست. آنها را هم از نظر گذرانید. البته این گونه چیزها برای دکاده لازمند. عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت
نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از عبدالسلام دهاتی جواب دهاتی به مکتوب عینی. استاد محترم، داخل دوشنبه شدن همان آوازه لغت سروری را شنیدم. این چنین شنیدم که در مجمع الفصحا نیز یک چند شعر رودکی هست. این هر دو مأخذ تازه را فوراً دیده برآمده هر چیزی که از رودکی باشد نوشته گرفتم. بعد بیت هایی که از لغت حافظ اوبهی گرفته شده بودند و در اینجا هم دیده شدند گرفته نشدند. از مجمع الفصحا نیز چیزهای پیش از این دیده نشده را گرفتم. از بس که گرفته شدن یا نشدن این یا آن بیت یا پارچه را خودم تنها حکم کردن نمیتوانم. ناعلاج همه را یک جایه به شما فرستادم. با ملاحظه مذکور حاضر لغت هم ترتیب ندادم. اگر ملال نآید بهتر می شد که بعد از معین کردن بیت ها و پارچه های گرفته می شدگی لغت را خودتان ترتیب دهید. ممکن است که لغت ها را در بالای پارچه های گرفته شده در همین کاغذ اشاره کرده شرحشان را با یک کاغذ دیگر نویسید. بعد به مجموعه از روی جایگیری هر یک پارچه خودم می گذرانم. در اینجا بودن و نبودن ویلمیتسکی را از بعضی کارکنان سکه پرسیدم. میگویند که 2-3 روز پیش در همین جا بود. حاضر شاید به ساختمان راه طویل‌دره رفته باشد. باز جستجو کرده میگردم. آمدن همان تقدیر ترجمه حالتان را پرسیده در مکتوب آینده می نویسم. یتیم چاپ شده ایستاده است. امیدوارم که متریال های رودکی را هرچی زودتر دیده بر می گردانید. با سلام و احترام، دهاتی. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت